اینترنت چیه؟ مطمئنم اینو دیگه نمیدونستی. تو دهکده شنگآباد خیلی ها عزیزای دور داشتم. این پولیگو بچه شنگآباد بود. اون عاشق قورناس شده بود. قورناس بچه قورآباد بود. چند صد کیلومتر اونورتر از شنگآباد. پولیگو هر روز برایش نامه مینوشت، میبرد اداره پست، کارمند میگرفتش، میذاشتش تو جعبه، بعد با پلگ میفرستادش سمت اداره پست قورآباد و چند روز طول میکشید تا برسه دست قورناس. چند وقت بعد یه ایده جرقه زد. گفتن اگه همین سیستم اداره پست بیاد روی کامپیوتر، اون موقع چی؟ یعنی به جای اداره پست ایستگاه انتقال اطلاعات باشه، نامه کاغذی بشه نامه دیجیتالی و به جای پیک سیم و برق باشه. تصور کن. همین شد. پولیگو میشست پشت کامپیوتر، مینوشت قورناس دلم برات تنگ شده، روی دکمه ارسال میزد، نامه یک مسیر طولانی رو با وسیله سیم ها طی میکرد و یک راست روی مانیتور قورناس ظاهر میشد. درست همون لحظه که پولیگو فرستاده بود. قورناس میخوند و جواب میداد وای که چقدر دوست دارم. و همه این مسیر عجیب نه چند روز، نه چند ساعت، فقط توی چند صدم ثانیه اتفاق میافتاد. این همون جادوی جهانی رو اسم اینترنت. یه شبکه که همه دستگاه‌ها و آدم‌ها رو مثل سیستم اداره پست به همدیگه وصل میکنه. اگه خوشت اومد پستمون رو لایک کن، از تیممون حمایت کن و پیج رو فالو کن.